خبر فوری داریم. ساعت به وقت دوشنبه 12 شب هجونگار شناخته تاجیک بختیار رحیمов که با تخلص غریب شو کمپانیا میان مردم محبوبیت فراوان داشت از عالم درگذشت. درباره درگذشت هنرمندی معروف چند پیش هنرمند ضیاءالدین نورزاد خبر داد. بختیار رحیمов با صحنه‌های هجوی و نقشه‌های ناتکراری خود در رشد صنعت هجوی تاجیکستان سهم ارزنده گذاشته و یکی از چهره‌های محبوب فرهنگ تاجیک تبدیل یافته بود. و با نقشه‌های ناتکراری خود که درد و رنج روزگاری مهاجران و مشکلات اجتماعی جامعه را با ظرافت، هنری بلند و خنده تلخ بیان می‌کردند، در خاطر میلیون‌ها بیننده جایگاه ویژه پیدا کرده بود. تا این لحظه جزئیات سبب و مکان درگذشته او رسما اعلان نشده است. باید گفت درگذشته بختیار رحیمov برای جامعه فرهنگی کشور و دوستداران هجوی تاجیک تلفات بزرگ محسوب می شود. با نزدیکان، پیوندان، همکاران و همه هواداران هنری مرحوم اظهار همدردی نموده از درگاه خداوند برای او رحمت و مغفرت و جنت فردوس را آرزومندیم. روحش شاد، یادش جاویدان و منزل آخرتش آباد باد. مرگ نابهنگام بختیار رحیمov یک خنجر شد رفت تا عمق سینم، عمق دلم. برای اهل خانوادش، برای همسرش، برای فرزندانش صبر جمیل تمنا میکنم. بختیار، تو همیشه در دل ما، در یاد ما باقی خواهی ماند. خیلی متاسفم. وای از این روزگاری نامرد. در حق بختیار رحیمov دعا گو باشه.